اگر ایران به جز ویران سرا نیست. آقای معین گفتن وطن تنها میراثی است که هرگز نمیتوان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت. رنجی که این خاک همکنون میکشد قلب ما را میفشارد به امید رهایی و آزادی از این رنج بزرگ که دامان این خاک را گرفته است. ایشون هم یکی از آثار خودشون رو دوباره پست کرده بودن. اگر اون هم بتونیم ببینیم به نظرم خالی از لطف نیست. خب اگر آماده باش. ولی من یک نکته هم دوست دارم اینجا هم بین صحبت ها بگم. خیلی از کسایی که حالا به اصطلاح ما اونور آب هستن، خیلیشون خونه‌هاشون داخل ایالت‌های آمریکاست. بله. و اینکه در قلب آمریکا میدونم چون مورد تهدیدها قرار میگیرن، یک سری ها میان و ارتش سایبری، حالا خود رژیم صهیونیستی، خود منافقین که اصلا مطرود شده هستن، دارن که مثلا بهشون حمله کنن. همچین حرفی رو زدم. بریم ببینیم صدای معین رو ببینیم که چی بوده. اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. من ای مردم شما را دوست دارم. But